نامه یکم تسالونیکیان باب 1. سلام به جماعت ایمانداران شهر تسالونیکی که از آن خدا پدر و خداوند عیسی مسیح است. ما پاولوس، سیلا و تیموتئوس به شما فیض و مهربانی و صلح و آسایشتگی خواهانیم. ما همیشه شما تسالونیکیان را در دعاهایمان به خاطر آورده برای همه‌تان خدا را شکر می‌گوییم. اینچنین در نزد خدا پدر ما ایمان و محبت و امید شما را به یاد می‌آوریم، یعنی کارهای شما را که با ایمان اجرا کردید، مهنتی را که با محبت می‌کنید، امیدی را که به خداوند عیسی مسیح دارید و آن را نگاه می‌دارید. برادران و خواهران، خدا شما را دوست می‌دارد. ما می‌دانیم که او شما را انتخاب کرده است، چون که ما خوشخبر را به شما نه تنها در سخن بلکه با قدرت، با یاری روح القدس یعنی روح خدا و با باوری کامل رساندیم. خودتان می‌دانید که هنگام با شما بودنمان برای بهبودی شما چگونه رفتار می‌کردیم. شما از ما و خداوند عبرت گرفته با وجود عذاب‌های بسیار کلام را با خوشنودی روح القدس قبول کردید. از همین سبب شما برای همه ایمانداران ولایت‌های مقدونیه و آخائیه نمونه عبرت شدید. اکنون کلام خداوند از طرف شما نه تنها در مقدونیه و آخائیه بلکه در همه جایی که درباره ایمان شما شنیدند پهن گردید. برای همین لازم نیست که درباره ایمان شما به کسی گوییم، چون که دیگران الکی نقل میکنند که چطور شما ما را قبول کرده اید و از بتها روی گردانیده به خدای زنده و حقیقی روی آورده اید تا که به او خدمت کنید. اینچنین انتظار از آسمان آمدن پسرش هستید که او را پدر از مردگان زنده کرده است، عیسی را که ما را از غضب آمده ایستاده خدا رهایی می بخشد. باب 2. برادران و خواهران، خود شما می دانید وقتی که ما به نزد شما آمدیم خدمتمان بیفایده نبود. چنان که می دانید در شهر فیلیپی ما را بسیار عذاب دادند، پست زدند، ولی خدا به ما جرأت داد که با وجود ضدیت‌های سخت خوشخبری او را به شما گشاد و روشن اعلان نماییم. آخر در دعوت ما گمراه کردن نیتی بد و یا فریب نیست. برعکس خدا بعد سنجش ها به ما سپارش داده است که خوشخبر را اعلان کنیم. برای همین در وقت سخن گفتن کوشش میکنیم که نه به آدمان بلکه به خدایی که دلهای ما را میسنجد پسند آییم. شما میدانید و خدا نیز شاهد است که ما هرگز خوشامدگویی نکرده ایم و به منفعت خود کار نبرده ایم، زیرا ما نه از شما و نه از کسی دیگر تعریف جسته ایم. ما چون فرستادگان مسیح حق داشتیم که از شما حرمت و احترام طلب کنیم، اما مثل آنکه مادر نوازشکارانه به کودکانش غمخواری میکند به شما مهربان بودیم. ما شما را چنان دوست داشتیم که تیار بودیم نه تنها خوشخبری خدا را به شما رسانیم بلکه جان خود را برایتان فدا کنیم، چون که شما برایمان خیلی عزیز و گرامی هستید. برادران و خواهران عزیز،
شما در یاد دارید که چه طرز ما زحمت میکشیدیم. خوشخبری خدا را به شما رسانده باز شب و روز کار هم میکردیم تا که به دوش یگان کسی شما بار نشویم. هم شما و هم خدا شاهد هستید که رفتار ما نسبت شما ایمانداران تا چه اندازه پاک، درست و بی عیب بود. خودتان میدانید که ما با هر یکی شما مثل پدر با فرزندانش معامله میکردیم. شما را قوت بخشیده و روح بلند کرده نصیحت میکردیم. میخواستیم که طرز زندگی شما لایق خدا باشد که شما را به شکوه و بزرگی و پادشاهیش دعوت کرده است. ما همیشه خدا را شکر میگوییم که شما هنگام از ما شنیدن کلام خدا آن را نه همچون سخنان آدمی زاد بلکه چون کلام خدا قبول کرده اید که آن در حقیقت هم چنین است. این کلام در حیات شما ایمانداران عمل می کند. آخر شما برادران و خواهران در عذاب کشیدنتان به جماعتهای خدا در سرزمین یهودیه که به عیسی مسیح باور می کنند مانند شده اید. شما از خلق خود همان عذابهای را کشیده اید که آنها از یهودیان دیده بودند. یهودیان خداوند عیسی و پیغمبران را کشتند. این چنین ما را پیش کردند. رفتار آنها به خدا معقول نیست. آنها به آدمان ضدیت کردن نمی گذارند که ما خوشخبر را به خلقهای غیر یهودی رسانیم تا که نجات یابند. با این کارشان همیشه کاسه گناههایشان را لبریز نموده به غضب خدا گرفتار می شوند. ای برادران و خواهران، از بس که ما غیر اختیاری به مدت کوتاه نه در دل بلکه جسماً از شما جدا شدیم، خواهش زیاد داشتیم که شما را باز روبرو ببینیم. بله، خیلی می خواستیم به نزد شما رویم. من پاولس باشم. چند بار کوشش کردم اما شیطان پیش راهمان را گرفت. وقتی که خداوند عیسی بر می گردد در نزد او شما باعث امید و شادمانی و سربلندی ما می شوید. آخر شما سبب فخر و خوشنودی ما هستید. باب 3. از بس که دیگر طاقت جدایی نداشتیم، فکر کردیم که در شهر اتینا خود تنها بمانیم، ولی به نزد شما به شهر تسالونیکی تیموتئوس را فرستیم. همان تیموتئوس را که برادر ما بوده در اعلان کردن خوشخبری مسیح خدمتگار خدا می باشد. خواستیم که او شما را در ایمانتان استوار و با قوت گرداند تا کسی از شما هنگام عذابها به دودیلگی راه ندهد. شما پیشتر هم می دانستید که ما باید عذاب کشیم. آخر هنگام در نزد شما بودنمان هم آگاه کرده بودیم که ما را عذاب داده دنبالگیری خواهند کرد. چنانه که می بینید همین طور هم شد. از این سبب وقتی که طاقتم طاق شد به نزد شما تیموتئوس را فرستادم تا درباره ایمانتان بفهمد، مبادا شیطانی وسوسه‌کار شما را از راه زند و تمام مهنتمان برباد رود. ولی الحال تیموتئوس از نزدتان برگشته درباره محبت و ایمان شما خبرهای خوش آورد. او به ما نقل کرد که شما همیشه با نیکی ما را یاد میکنید و میخواهید که ما را باز ببینید چنانه که ما هم خواهان دیدار شماییم. برادران و خواهران، در این همه رنج و عذاب و دشواری هایمان ایمان شما ما را روح بلند کرد.
اگر ایمان شما به خداوند استوار باشد ما هم زنده دل می گردیم. برادران و خواهران تسالونیکی، در حضور خدا شما به ما خرسندی بزرگ بخشیدید که برای آن خدا را به آخر شکر می گوییم. ما شب و روز از تحت دل دعا می گوییم که باز با شما واخوریم تا نارسایی ایمانتان را پره گردانیم. بگذار خود خدا پدر و خداوندمان عیسی ما را سوی شما روانه کنند. بگذار خداوند با آن محبت بزرگی که نسبت به شما داریم شما را هم نسبت به یکدیگر و همگان پر و لبریز نماید. همین طور او دل شما را با قوت گرداند تا همان روزی که خداوند عیسی با پیروانش می آید در پیش خدا پدرمان بی عیب و پاک باشد. باب 4. اینک برادران و خواهران، با نام خداوند عیسی خواهش و التجا میکنیم چطوری که ما تعلیم دادیم زندگی را دوام دهید تا که به خدا پسند آید. شما الکی همین طرز رفتار میکنید ولی کوشش نمایید که از این هم بهتر زندگی کنید. زیرا شما میدانید که با قدرت خداوند عیسی چگونه تعلیمات را به شما داده ایم. خدا میخواهد که شما خود را پره به او بخشیده از گناه جنسی خود را نگاه دارید. خواست خدا این است که هر یکی شما جسم و خواهش های خود را اداره کرده بی عیب و با ناموس باشید. باز خدا میخواهد مثل بی ایمانانی که او را نمیشناسند پایبند هوس‌های جنسی نباشید. اینچنین موافق خواست خدا شما نباید از باوری برادرتان سوء استفاده کرده با زن وی همخوابه شوید. ما پیشتر هم این را به شما قطعاً گفته و آگاه کرده بودیم که برای همه این گناه ها خداوند از آدم قصاص می گیرد، چون که او ما را نه به ناپاکی بلکه به حیات پاک دعوت کرده است. اینک کسی که از فرموده های خدا سرکشی می کند نه آدم را بلکه خدای را که به شما روح القدس را می دهد رد می کند. درباره برادر دوستی حاجت به سخن نیست، چون که خود شما از خدا تعلیم گرفته اید که یکدیگر را دوست دارید. بله، شما همه ایمانداران را که در سراسر ولایت مقدونیه هستند دوست می دارید. به هر حال خواهش می کنیم که یکدیگر را باز زیادتر دوست دارید، چطوری که فرموده بودیم آرامانه زندگی کنید. هر کس با کار خود مشغول شده با دستانش مهنت کند. چنان زندگی کنید که حیات شما سزاوار حرمت بی ایمانان باشد تا که شما از دیگران وابسته نباشید. ای برادران و خواهران، نمی خواهیم که شما درباره گذشتگان بی خبر مانده به مانند بی ایمانانی که امید ندارند غمگین باشید. ما باور میکنیم که عیسی مسیح مرده زنده شد و این چنین باور میکنیم که خدا کسانی را که به عیسی مسیح ایمان داشتند و از عالم گذشتند به نزد او به آسمان میبرد. موافق سخنان خداوند به شما میگوییم ما که تا بازگشت خداوند زنده میمانیم از ایمانداران گذشته هرگز پیش نمی رویم. زیرا خود خداوند از آسمان با فرمان قطعی با آواز سردار فرشتگان و کرنه خدا فرود می آید
و اول آنهایی که به مسیح ایمان داشتند پس از مردن زنده می شوند. سپس ما زنده های باقی مانده همراه آنها در ابر به هوا به پیشواز خداوند بالا می شویم و تا ابد با او می مانیم. برای همین با این سخنان یکدیگر را روح بلند کنید. باب 5. برادران و خواهران، حاجت نیست که ما به شما درباره وقت و ساعت آن روز نویسیم، زیرا شما خوب می دانید که روز خداوند مثل دزدی که شبانه می آید ناگهان فرا می رسد. هنگامی که آدمان در همه جا صلح و آسایشتگی می گویند و مثل آنکه پیش از تولد زن حامله دار را درد می گیرد، ناگهان هلاکت می آید. همین طور با آنها نیز راهی گریز نیست. اما شما برادران و خواهران در تاریکی نیستید تا که آن روز ناگهان چون دزد شما را در غفلت یابد، زیرا همه شما پسران نور و روز روشن هستید. ما از آن شب و تاریکی نیستیم، اینک مثل دیگران در خواب غفلت نمانیم، بلکه بیدار و هوشیار باشیم. چونکه آنهایی که خوابند شبانه خواب می روند و آنهایی که بدمستند شبانه شراب می نوشند، لیکن ما از آن روز روشن هستیم. پس بیایید ایمان و محبت را همچون جوشن روی صندوق دل در بر کنیم و امید نجات آینده را همچون کلاه جنگی به سر کشیده هوشیار بایستیم. زیرا خدا ما را نه برای غضبش بلکه برای نجات به واسطه خداوندمان عیسی مسیح پیشکی معین کرده است. عیسی برای ما جانش را فدا کرد تا که ما خواه زنده باشیم خواه مرده همراه او زندگی کنیم. پس روح بلند کردن و استوار گرداندن یکدیگر را دوام دهید. برادران و خواهران، از شما خواهش میکنیم نمایندگان خداوند را که در بین شما مهنت و شما را راهبری و نصیحت میکنند عزت نمایید. برای کارشان آنها را با تمام وجودتان حرمت و احترام کنید و دوست دارید. با یکدیگر صلح و آسایشتگی داشته باشید. ای برادران و خواهران، از شما التجا میکنیم که تنبلان را نصیحت کنید و ترسانچکان قوت بخشید، سست ایمانها را دستگیری کنید و نسبت به همه صبر و طاقت داشته باشید. نگذارید که کسی به عوض بدی با بدی جواب دهد، بلکه همیشه نسبت به یکدیگر و همه به نیکی کردن کوشش کنید. همه وقت شاد باشید، همیشه دعا گویید، در هر حالت خدا را شکر گویید، زیرا خواست خدا برای شما که به عیسی مسیح تعلق دارید همین است. به کار روح القدس خلل نرسانید، پیشگویی ها را زیر پای ننمایید، لیکن همه این را سنجیده پیشگویی های خوب را قبول کنید، از هر نمودی بدش دوری کنید. بگذار خود خدای آسایشتگی شما را کاملا پاک گرداند تا که هنگام بازگشت خداوند ما عیسی مسیح تمام وجودتان یعنی روح، جان و جسمتان بی عیب نگاه داشته شود. خدا دعوت کننده شما وفادار است و او شما را بی عیب نگاه می دارد. برادران و خواهران، برای ما دعا کنید. همه برادران و خواهران را با آغوش گرفته سلام گویید. در نزد خداوند شما را وظیفه‌دار می کنم که این نامه را به همه برادران و خواهران خوانید. بگذار فیض و مهربانی خداوندمان عیسی مسیح
با شما باشد.